بچه‌ها حالتون چطوره؟ خوش میگذره؟ خیلی هم عالی. خب دیگه کم کم نزدیکای عیدیم و وایسا ببینم. هنوز نمیدونی عید کجا بری سفر؟ کوه، جنگل، دریا، کویر، آبشار، کدومش؟ الان با هم دیگه انتخاب میکنیم 10 تا از بهترین جایی که توی تعطیلات بتونیم بریم. قبل از رفتن لایک و سابسکرایب رو بزن. برو تا بیام. شماره 1 تنگه شیرز. تنگه شیرز در نزدیکی شهر کوهدشت، محل تلاقی 3 استان لرستان، ایلام و کرمانشاه. تنگه شیرز با داشتن رودخانه پرآب به اسم سیمره و طبیعتی سرسبز و دیدنی، بهشتی پنهان شده در دل صخره‌های سخت. ابتدای تنگه پلی با ارتفاع 10 متر با کف شیشه‌ای ساختن تا عبور از روی رودخانه رو لذت بخش‌تر بکنه. قدمت تنگه شیرز به دوره 3 زمین شناسی برمیگرده، یعنی شما دقیقاً در دل تاریخ هستید. این تنگه یکی از بهترین جاییه که میتونید برید. شماره 2 پاوه. شهر زیبا و پلکانی پاوه در دامنه کوه شاهو در ارتفاعات کرمانشاه قرار داره. این شهر که قدمتی 3000 ساله داره به خاطر موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و واسطه طبیعت سرسبز و کوهستانیش هر سال هزاران گردشگر داخلی و خارجی به اونجا سفر میکنن. اینجا چشمه ها و آبشارهای متعددی وجود داره، هر کدام زیبایی و ویژگی خاص خودشون دارن و منظرهای تماشایی رو برای شما به وجود میاره. توی زمستان اصلا فکر سفر به پاوه رو نکنه، چون کاملا یخ زده. اما بهار بهترین تایم برای سفر به پاوه. ساختمان روستاهای اون شبیه به سبک معروف ماسوله است، یعنی پشت بام خانه‌های پایین، حیاط خانه‌های بالاتره. پاوه هم جزو بهترین انتخابا برای سفر میتونه باشه. شماره 3 دره کالجنی. دره کالجنی دره پرآب در وسط بیابان داغ طبسه. این منطقه در زمانهای قدیم در میان روستایان جن‌زده محسوب میشد، اما امروزه به لطف گردشگران فتحش کرده دیگه، تبدیل به یک منطقه گردشگری بکر. کالجنی مسیریه که به دلیل عبور آب و سیلاب‌های متعدد ایجاد شد. در دل این کویر که به کوه متصل میشه چشم آبی روان وجود داره که یک منطقه سرسبز رو ایجاد کرده. اینجا درختان درهم تنیده نخل که به صورت خودرو رویدن و نیزارها رو هم میتونید ببینید. در واقع کالجنی بنای تاریخی است که هنر دست طبیعت. در بازدید از دره کالجنی حتما یادتون باشه بجز آب و کفش مناسب دوربین هم با خودتون ببرید تا چشمتون به اندازه دلتون سیر نشد از اینجا بیرون نیاد. شماره 4 جنگل سرپوش تنگه. جاده چالوس یا جاده 59 از محبوب ترین و پرترددترین جاده برای سفر به شهرهای شمالی کشوره، اما در پس پیچ و خم جاده الماسی پنهان شده. جنگل سرپوش تنگه، منطقه‌ای که شاید همیشه از نزدیکی اون رد شدیم اما نمیدونستیم پشت این درختا اون طرف جاده مسیری بهشتی در دل جنگل پنهان شده. در جنگل سرپوش تنگه درختان انجیری و توسکا و دالان‌های طبیعی زیبایی وجود داره. همچنین پس از بارندگی‌ها قارچ‌ها و گل‌های وحشی نیز سطح جنگل رو پر می‌کنه. احتمالاً اینجا هم باید با دوربین گوشیتون مدام در حال عکاسی باشید، چون تا چشم کار میکنه زیبایی. شماره 5 نمک آبرود. اگر میخوای هیجان رو در دل جنگل‌های بکر مازندران تجربه بکنی، برو نمک آبرود. سورتمه سواری، سوار شدن به تلکابین بر فراز کوههای مرتفع سرسبز و جنگلی فقط قسمتی از تفریحات نمک آبروده.
نمک‌آبرو در اصل یک شهرک گردشگریه. وجود پارک‌ها، تفریحگاه‌ها، اقامتگاه‌های لوکس اطراف نمک‌آبرو دلیلی برای این هم. پل معلق، ساحل، پارک جنگلی، زیپلاین، کارتینگ، مجتمع پروازی، پینتبال، باشگاه تیراندازی، آفرود. دیگه چی میخوای؟ هر چی بخوای اینجا داره. بپرازشو بریم دیگه. شماره 6 جنگل شست کلا. هیجانو بذار کنار. اگه دنبال خطر میگردی بیا اینجا. جنگلی خطرناک اما بسیار دیدنی. قبل از هر چیزی بهتره به شما بگم که در نقاط بکر و دور از دسترس این جنگل حیوانات وحشی و درنده مثل خرس وجود داره. پس قبل از ورود به اینجا کاملا احتیاط رو رعایت. این جنگل بسیار بکره و در برخی نقاط اون درختای انبوه باعث شده تا نور به سطح زمین نرسه و فضای مرموز رو ایجاد کنه. در این فضای مرموز و ماجراجویانه انواع قارچ‌های رنگارنگ به دلیل تاریکی و رطوبت رویده که برخی از اونها خواص دارویی مهمی دارن، اما بعضیاشون آفرین از هم هست. یکی از مهمترین جاهای دیدنی گرگان یعنی آبشار شست کلاتر که در انتهای همین جنگل قرار داره. البته اگه خرسا شما رو تا اون موقع نخورن. اینجا انواع امکانات رفاهی مثل آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، فروشگاه مواد غذایی و آلاچیق وجود داره. بنابراین میتونید سفر راحت و بدون دغدغه‌ای رو داشته باشید. شماره 7 جنگل‌های 2000. سفر به شمال ایران همیشه جذاب و دوست داشتم. حالا تصور بکن به منطقه در ییلاق مازندران با سرسبزی و خنکی بیش از حد تصور بود. منطقه جنگلی 2000 و 3000 در استان مازندران دقیق چنین جایی. منطقه بسیار سرسبز با درختان سر به فلک کشیده که صدای رودخانه‌ها از یک طرف، آواز پرنده از طرف دیگه شما رو در اعماق این شگفتی غرق می‌کنه. جنگل‌هایی که در ارتفاعات قرار گرفته و هرچی بیشتر به بالا میری هوا مه‌آلودتر میشه. میتونی مه رو روی دستات حس بکنی. این منطقه فقط به جنگل ختم نمیشه چون مسیر پیمایش و کوهنوردی بی‌نظیری هم داره. هتل، کلبه‌های جنگلی برای اقامت، پارک جنگلی، رستوران، کافی شاپ، تفریحات مختلف مثل دوچرخه سواری، جنگل نوردی با راهنما، ماهیگیری و غیره در این منطقه فراهم شده. اگر از اون دسته افرادی هستید که از جنگل نوردی، طبیعت گردی و نگاه کردن به منظرهای بکر لذت میبرید، حداقل یک بار اینجا رو برید. شماره 8 جاده اسالم به خلخال. جاده اسالم به خلخال رویایی ترین جاده ایران، به طوری که در طول این مسیر 70 کیلومتری چشمتون جز زیبایی چیز دیگه ای نمی‌بینید. در ابتدای مسیر درختای بلند قامت که از دو طرف جاده به هم پیوستن تونلی سبز رنگ رو تشکیل میده. مادامی که این جاده رو ادامه میدین به تپه‌های وسیع و سرسبزی میرسیم که گاهی پدیده اقیانوس ابر در اونها ایجاد میشه و زیبایی این منطقه رو چندین برابر میکنه. این جاده هرگز به پایان نمیرسد. البته اگه بخوایم برای تمام جاذبه‌های این مسیر توقف کنیم. جاذبه‌هایی مثل رودخانه‌های پرآب، چشمه‌های جوشان، آبشارهای خروشان، مناطق ییلاقی با چشم‌اندازهای شگفت‌انگیز. کافیه فقط اهل طبیعت گردی باشین. یه ذره از ماشینتون پیاده شین، دور بشین، در طبیعت قدم بزنین. همین. شماره 9. خب دیگه وقتشه که دیگه با هم بریم جون. هر سال با رسیدن تعطیلات جزیره کیش، قشم، هنگام و هرمز به مقاصد سفر مسافرانی تبدیل میشه که در طول سال از جاذبه‌های گردشگری این جزیره داستان‌های عجیب غریب شده و فروردین آخرین فرصت برای بازدید از این جزایر زیباست، چون بعد از این گرمای هوا و رطوبت بالا همچین گشت و گذار رو سخت می‌کنه. اما حالا کجا بریم؟ جزیره صبح، دره ستارگان قشم که شبان نباید اونجا بریم.
دلفین های جزیره هنگام، جنگل حرا، کشتی به گل نشسته پرتغالیا، ساحل نقره‌ای، دره رنگین کمان، اسکوتر زیردریایی، جت اسکی سواری، شنا با دلفین ها، قایق سواری تفریحی، ماهیگیری در جزیره کیش، قایق های بادبانی و هزاران تفریح دیگه. شماره 10 محمود آباد.